خیلی خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، همین عبادتی که الان داره انجام میدن که از بهترین عباداتشون محسوب میشه. تعلیم و تعلم عبادت و از بهترین عبادات. در روایت داریم که من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. کسی که طالب علم باشه، دنبال علم باشه، بهشت دنبال اوست. و از اون عباداتی که باعث محبوبیت انسان پیش خدا میشه همین عبادت تعلیم و تعلم هست که با این پرسش پاسخ ها ما خواهی نخواهی وارد گنجینه های علوم خواهیم شد. چند تا روایت داریم که علوم رو، علم رو به گنجینه و به مخزن و به معدن و این چیزها تشبیه کرده. تو بعضی از این روایت داره که کلید این گنجینه ها پرسشه. یعنی انسان با پرسش وارد گنجینه های علوم میشه. اون وقت علم هم یک ساعت علم گاهی ممکنه از صدها سال عبادت فضیلتش بیشتر باشه. خیلی عالی. پس خدا حفظتون بکنه مردم حسابی که با سوالات شما ما داریم وارد گنجینه های علوم میشیم. الحمدلله رب العالمین. اجازه بدین که ما وارد بشیم دیگه با اولین سوال. اشکالی نداره؟ بله. خب گفتن که جهان 7 میلیارد جمعیت داره و ما شیعیان درصد بسیار کمی رو تشکیل میدیم. یعنی بقیه میرن جهنم؟ بله. که فقط شیعیان میرن بهشت؟ نخیر، غیر شیعه هم بهشت میره. آقا میرون فرمودن بهشت 8 در داره. یک در خاص انبیا و صدیقین، یک در خاص شهدا و صالحین، 5 در خاص شیعیان امیرالمومنین، یک در هم برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن، از اون در وارد بهشت میشن. نه، کسی نگفته که بله اون چی که میگن اینه که شیعه سرانجام به بهشت خواهد رفت، این درسته، اما نه اینکه بگیم غیر شیعه به بهشت نخواهد رفت. این دو تا باید اصلا جدا بشن. از خودم که در روایت داریم که منزل شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همان ستاره های آسمان برای ماست. اینقدر دور از دسترس و در و چقدر فاصله است. خیلی فاصله بینه. یا این که از زهرا سلام الله علیها فرمودن شیعتنا خیار اهل الجنه. گلهای سر سبد بهشت شیعیان هستند. تو اون دای ندبه میخونیم که و شیعت کلا منابر من نور مبیضة وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. بر صندلی های از نور نشستن، چهره‌ام مثل خورشید میدرخشد، اطراف من هستن و در بهشت هم همسایه منن. بله شیعه حتما سرانجام ولو اینکه مدتی هم تو جهنم بمانه که ممکنه بمونه به خاطر گناهانش، اما آخرش اگر شیعه از دنیا رفته باشه 100% بهشتی است. این درسته. اما شیعه به بهشت میرود مساوی با غیر شیعه به جهنم میرود نیست. نه. بله. اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. بله. خیلی خوب، دست شما درد نکن. خدا ما رو جز شیعیان درست درمون که مایه مباهات و افتخار اهل بیت باشیم قرار بده انشالله. گفتن نابینا هستم. آخه میخواستم بدونم با وجود این سختی هایی که در این دنیا میکشم وضعیتم در برزخ چجوری میشه؟ اولا که در برزخ دیگه ما نابینا و نقص عضو نداریم. همشون سالمند و از این حیث هیچ کم بود، چون بدن برزخی با این بدن دنیای فرق میکنه. مطلب دوم این که به خاطر تمام دردها و رنجها و آلامی که در دنیا تحمل کرده، که طبیعی است تحمل کرده، کسی که نابیناست درد و رنجهای فراوانی تو طبیعی میکشه دیگه، محرومیت ها، مشکلاتی که براش پیش میاد، به ازای همه اینها خدای متعال اون طرف بهش عوض خواهد داد. عوضی که وقتی افراد اون طرف میبینن همه آرزو میکنن کاش جای این نابینا بودن که چون عوضهای رو خدا بهشون بده. پس نه جبران میشه،
به عالی ترین صورت هم جبران میشه، به زیباترین صورت هم جبران میشه. طوری که عرض کردم بقیه هم آرزو میکنن کاش جای شما بودن. هم اون درد و رنج ها جبران میشه، همین که دیگه اونجا نقصی از لحاظ عضو وجود نداره. خیلی هم عالی. گفتن با توجه به لوح محفوظ چطور میشه اختیار انسان رو توجیه کرد؟ آیا بحث اختیار با اراده خدا در تعارض نیست؟ آیا مجازات انسانی که مخلوق خداوند است بازخواست خداوند از خودش محسوب نمی شود؟ البته این سوال از هم جدا شد، حالا من جمع میبندم بینشون. اولا که بحث اختیار ما ربطی به لوح محفوظ نداره. اختیار در چارچوب لوح محو و اثباته که در قرآن یمحو الله ما یشاء و یثبت. اختیار در این لوحه. با اختیار اون چیزی که در این لوح هست پاک میشه، چیزی دیگه نوشته میشه. انسان اختیار داره که ایمان داشته باشه یا نداشته باشه. ایمان رو انتخاب کرد، کفر قبلی پاک میشه، به جاش ایمان نوشته میشه. صدقه داد، اون مرگی که مقدر شده بود تو لوح نوشته بود که ایشون امروز میمیره، اون پاک میشه، به جاش مثلا 20 سال عمر اضافه میشه. این دعایی که کرد، آنچه که در لوح محفوظ نوشته شده بود رو، اون قضا و قدر رو پاک میکنه. چیزی که می‌نویسه پیامبر فرمودن الدعاء یرد القضا فقط ابرم ابراما. دعا اون قضایی که محکم شده بود در لوح محو و اثبات هر کس نگاه میکرد میگفت این دیگه حتمی است، ولی این دعا چیکار کرد؟ اون رو ردش کرد، عوضش کرد. همینطور اگه کسی مثلا احتیاط کنه، ماشینش سالم باشه، بهداشت رو مراعات بکنه، ورزش کنه، همه اینها باعث میشه که اون لوح محو و اثبات پاک بشه و نوشته بشه. مثلا ورزش میکنن سالمن، اون ورزش نمیکنن تو اون لوح محو و اثبات نوشته میشه این بیماره. و ما خیال میکنیم فقط جانمون و عقلمون باید مراعات کرد، بدن هم باید انسان حواش داشته باشه. پیامبر فرمود ان لبدنک علیک حق. بدنت هم به گردن تو حق داره، باید حق بدن هم مراعات بشه. پس نکته اولی شد که بحث لوح محو و اثباته. همون آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون موضوع بحث نیست. ام الکتاب لوح محفوظ موضوع بحث نیست. موضوع این محو و اثباته. درست. که مرتب تغییر میکنه و بدا هم جاش همینجاست. مطلب دوم این که اراده خدا با اراده انسان منافات نداره، چون خدا اراده فرموده است که برخی از افعال رو انسان با اراده خودش انجام بده. اگر بی اراده شد خلاف اراده خدا میشه، خلاف خواست خدا میشه. خدا از شما خواسته که نماز رو با اختیار رو با اراده خودتون بخونید. اگر اراده خدا اراده تکوینی و اراده قطعی بود، در عالم بی نمازی وجود نداشت. چرا بعضیا بی نمازن؟ چون اراده تشریع خدا رو انجام نمیدن. پس خدا از شما نماز خواسته، یک، نماز اختیاری خواسته، دو، ارادهش هم اراده تشریعی بوده، سه. با اون اراده خدا کار ارادی از انسان خواسته، پس خود اراده انسان هم میشه جزء اراده خدا، میشه مظهر قضا و قدر. نه تنها اراده ما با قضا و قدر منافات نداره، با اون چیزی که در لوح محفوظ اثبات نوشته منافات نداره، بلکه خود اراده ما میشه مظهر همون اراده خدا، مظهر همون قضا و قدر. یک دو نکته دیگه هم تو سوالشون بود که حالا من عرضم حضور گفتن که آیا مجازات انسانی که مخلوق خداونده بازخواست خداوند از خودش نیست؟ نه خیر، چون انسان که خدا نیست. خدا به انسان دستوراتی داده، پیغمبرانی فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، گفته اگر شما این کار رو انجام بدید پاداشش اینه، اگر این کار انجام بدید مجازاتش اینه و شما اختیار دارید. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما کافر شد میره جهنم، مؤمن شد میره بهشت. خدا خودش رو مجازات نمیکنه. اون انسان نافرمان و عاصی و کسی که خلاف جهت دستور خدا حرکت کرده اون رو مجازات میکنه. لابد میخواسته بگه خب در انسان روح خدا هست و نفخت فیه من روحی، پس لابد مثلا این روح بخواد بره تو جهنم، روح خدا رفت تو جهنم. نه، اون روح خدا بالقوه در انسان هست.
اگر به فعلیت رسید دیگه اهل جهنم نیست، 100% بهشتی است. به فعلیت نرسید هیچ چی نیست. اگر اون نفس ناطقه و اون روح ایمان در انسان ایجاد شد، انسان حتما اهل بهشت. اما اگر نه، اون روحی که روح خداست که همون نفس ناطقه باشه بهش توجه نشده، فرقی با اون نفس سیال حیوانی نداره، بلکه از اونم اومده پایین‌تر. بلهم ازل. این دیگه روح خدا نیست که میره جهنم. اون روح حیوانی است، بلکه بدتر از روح حیوانی است. چرا؟ چون شکوفا نکرده. لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. شکوفا نکرده. لهم اعین لا یبصرون بها. چشم داره، بصیرت نداره. لهم آذان لا یسمعون بها. گوش داره ولی از این گوش استفاده نکرده. این امکاناتی که خدا بهش داده بالقوه اینا اکبر نگه داشته، هیچ شکوفا نکرده. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. پس خدا خودشو عذاب نمیکنه. که عذاب میکنه کسانی که اون استعدادهای خدایی رو معطل گذاشتن، بلکه بدتر از بین بردن آوردن پایینتر از اون روح حیوانات که نفس سیاله باشه. درست. پس ما با اراده خودمون که خدا اراده کرده ما اراده داشته باشیم و اراده ما در طول اراده خدا قرار میگیره. درسته؟ بله. با اراده خودمون میتونیم هم به جایی برسیم، هم به اعلای علیین برسیم، هم به اسفل و سافلین. کاملا درست. یعنی هر دو جهت بازه، هر دو طرف اختیار داریم، خدا اینو خواسته و این اختیار ما انقدر میتونه وسعت پیدا بکنه که ما رو به هر دو جهت، هم به اون بالای بالا هم به پایین پایین. درسته. و به نظرم اینه که یعنی یکی از جهاتی که خدا وقتی ما رو آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، فکر کن مثلا آدم یه چیزی بسازه که هر دو جهت میتونه به اوج برسه، هم میتونه به اوج خوبی ها دست پیدا بکنه، هم به اوج بدی ها. یعنی این قابلیت رو این ساخته من داره. به تعبیر دیگه میتونه از فرشته مقرب مثل جبرائیل بره بالاتر. دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. میتونه از هر حیوانی بیاد پایین‌تر، پست‌تر بشه. یعنی این قدرت مانور. آره به نظرم اگه نگم مهمترین، شاید یکی از اعجاب انگیزترین وجوه انسان همین هم ظرفیت بینه، این ظرفیت فوق العاده شه. خیلی ممنونم. تا نکشتن من و دوستان یه چند وقتی از میان بریم یا فاصله بگیریم برگردیم، اجازه میدین؟ خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. حدود 6 دقیقه دیگه اینطور که از اتاق فرمان اشاره میکنن ما فرصت داریم. گفتن که اگر شیطان سرپیچی نمی کرد و اطاعت می کرد چی می شد؟ آقای خانم زاکری از تهران این سوال پرسید. بله. اتفاق خاصی نمی افتاد، چون یکی از افراد جن که حالا شده رئیس شیاطین به نام ابلیس، اون نافرمانی نکرده بود. اما شیاطین که منحصر به ابلیس نیستن، شیاطین جن و انس هستن، چه ابلیس باشد چه نباشد. درست. کسانی که شیطنت میکنن، کسانی که کارشون منحرف کردن مردمه، اون حیوانات موذی، اون موجودات موذی هستن. حالا چه اون ابلیس که رئیسشون هست و بزرگشون هست باشه چه نباشه. اینجوری نیست که بگیم همه شیطنت از ایشونه، اون رهبر در واقع مثلا رئیسشون هست. پس شیطنت بود ولی اون که ابلیس نباشد. درست. دو، تنها شیطان که نیست، شیطان یک ستون پنجم در وجود ما داره به نام نفس اماره. خود ابلیس رو کی وادار به تمرد کرد؟ اون که دیگه ابلیس نداشت، که اون که شیطان نداشت، خود شیطان وسوسش کرده باشه. کی باعث شد که او گمراه شد؟ نفس اماره. استکبار، ابا و استکبر و کان من الکافرین. میگم فرمود که کان من الجن ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، استکبار ورزید. این از درون ها. این کبر و خود بزرگ بینی که ابلیس داشت ربطی به خارج نداشت، که مثلا یک ابلیس دیگه اومد بهش گفت تو بزرگی، وسوسش کنه بیارش بالا. نه، خودش از درون خودش. پس همون نفس اماره‌ای که ابلیس رو به انحراف کشون در وجود من و شما هم هست
میتونه ماها رو وادار به گناه بکنه و همینطور. به جایی برسونه که خود این انسان بشه شیطان، بشه سرباز شیطان، یعنی یونیفرم شیطان پوشیده. در واقع داریم که مثلا ان اشد جنود ابلیس النساء و الغضب، غضب میشه سرباز شیطان، رذائل نفسانی میشه سرباز شیطان و انسان رو شیطنت رو به انحراف میکشونه. بله. پناه بر خدا، خدا ما رو حفظ بکنه از شر شیطان رانده شده. گفتن که چرا شیعیان نماز ظهر و عصر رو پشت سر هم میخونن، مغرب و عشا رو هم همینطور؟ آیا در صحت نماز تأثیری نداره؟ نه خیر، نماز به هر دو صورتش درسته. چه جمع کنن پشت سر هم بخونن، چه تفریق با فاصله. مثلا بین نماز مغرب و عشا فرض کنید 40 دقیقه یا 1 ساعت مثلا اختلاف بندازن، بین نماز ظهر هست مثلا 2 ساعت اختلاف باشه، میگن تفریق، که پشت سر هم بخونن میشه جمع. چند نکته رو عرض میکنم که اول این که خود جدا خوندن محاسنی داره که با هم خوندن محاسن نداره. از اون طرف معایبی هم داره که جمعش و معایب رو نداره. مثلا فرض فرمایید اینکه ما وقت مردم رو کمتر بگیریم، یک کاسه شما در نظر بگیرید، مغرب که شد باید مغازه ببنده، جمع کنه، بساط دارید جمع کنه همه اینها رو، مغازه رو بنده، بیاد مسجد. اینو ما مکه بارها مشاهده کردیم، بیاد تو نماز شرکت کنه، بعد بره مغازه رو باز کنه. این تا بره مغازه رو باز کنه و بخواد جنسش رو بساط کنه، باید دوباره برگرده، باید دوباره ببنده برگرده. من حساب کردم دیدم گاهی در مکه اونجاها خلق الله 10 ساعت وقت نماز میکنن، هر نماز 2 ساعت تقریبا، چون 1 رو 20 دقیقه نیم ساعت گاهی بیشتر زودتر میان، بعد هم فاصله میندازن بین اذان مثلا و اقامه 20 دقیقه 25 دقیقه فاصله میفته، باید منتظر. آره، بعد هم آیات بیشتری میخونن، چون اونا سوره نمیخونن، بیشتر چند آیه از قرآن میخونن و خیلی طول میکشه. خلاص این که هم دایره بین این که مردم بیشتر اذیت بشن، تفریق، مردم بهش در حق مردم لطف بشه، جمع، این ترجیح داره. پیامبر گاهی جمع میکرد. گفتن چرا؟ از ابن عباس پرسیدن چرا؟ گفت که امتنانا لامته، میخواست لطف در حق امت کنه که به درد سر نیفتن، با جمع 2 نماز اینا راحت باشن، بدون اینکه باران باشه، هیچ بدون دلیل پیامبر نماز جمع میکرد. نمازها رو با آخه میفرمایین گاهی جمع میکردن و بعد توی روایات هم به 5 وعده حرفی نیست، همون گاهی مجوز میشه. اگه بارون بود، اگر خطر بود، اگر ترس بود، اگر ضرورتی داشت، اون مجوز نمیشد. وقتی بدون دلیل پیامبر این کار کرده، یعنی میشه این کارو همون یک موردش مجوز میشه. مطلب بعد این که ماها هم مثلا نماز مغرب شامون جمع نیست. جمع اونه که شما نماز مغرب رو بخونی بدون اذان اقامه، بلافاصله بعدش نماز عشا بخونی. ما که این کارو نمی‌کنیم. تو مثلا معمولا دعا میخونیم بینشو، نماز نافله میخونن، دعا میخونن، بعد دوره اذان میگن. خودش یعنی اینکه نماز خود اذان به معنی قطع این دو تاست، به معنی تفریقه. وگرنه اگه جمع بود اذان دوم نباید گفته میشد، نباید گفته میشد. تو مسجد ما الان مثلا فرض کن نماز مغرب تمام میشه، شخصی میاد که تا مسئله میگه، مردم همه نافله میخونن، دعا خونده میشه، اذان مغرب، اذان عشا گفته میشه، بعد نماز عشا خونده میشه. این خودش تفریقه. بله. منتها اونا 1 ساعت فاصله میندازن، ما 10 دقیقه رو فاصله میندازیم، وگرنه فاصله هست. آره. پس اینکه بگیم که جمع، نه، جمع به اون معنای واقعیش که پشت سر هم باشه اونجوری نیست. خلاص این که حالا محاسن دیگه هم داره. در روایت از مولا علیه السلام داریم که از اموری که باعث برکت در روزی میشه همین جمع بین نماز هاست. یعنی